همه ما داخل بچگی خاطرات داریم ولی هیچ کس جمعه ها رو فراموش نمی‌کنن. آقای فروغ خیلی به بوشهر خوش اومده. قربونتون برم. مخلص شما. ممنون از شما و مهمان نوازیتون. واقعا بی‌نظیر. بسیار عالی. سوالتون داخل بوشهر چی بود؟ اولین بار بود اومدید یا نه؟ من برای اجرای برنامه زیاد اومدم بوشهر. خیلی سال پیش در واقع بودن دهه 80 برای اجرا تو مدارس بوشهر و شهرهای اطراف مثل دیر، کنگان، خرموج اینا اول برنامه داشتن. چندی منم به خاطر عصبیه و حالا خود یکی دو تا ارگان توی گمرک و اینا فکر کنم برای بوشهر برنامه داشتیم. ولی این سری کلا اساساً به بهانه فستیوال کوچه اومدیم که حالا خب کنسل شد، ولی بسیار بسیار به اعتقاد من اتفاق مبارک و میمونی بود بابت اینکه ما اومدیم کلا بوشهر رو فارغ از کار و همه چیز شروع کردیم به چرخیدن و کوچه پس کوچه‌های بوشهر قدم زدیم و لذت بردیم. اون حسی که داشتید داخل بوشهر آدم 40 ساله بوده، 50 ساله بوده، 30 سال، همه سنی، حتی بچه‌هایی که تازه دارن رشد میکنن، اون دیدگاهشون به شما هم مثبت بوده، ذوقی که میکردن. حس و حال شما در مقابل اونا چی بود؟ ببین خب من این تجربه رو تو تمام ایران دارم. حالا هر کسی که ایرانیه حالا ما رو دیده، با ما بزرگ شده، عموما یه همچین لطفی رو به ما داره. واقعا با یه فراغ بال و با یه آغوش باز ما رو میپذیره و استقبال میکنه. توی بوشهر یه مقدار متفاوت بود، شاید خیلی زیاد، و اونم این که من احساس میکردم توی پیش همشهریای خودم یعنی احساس غریبی نمیکردم. یکی به خاطر بافت خود بوشهر، به خاطر این کوچه پس کوچه هاش و این که در واقع یه مقدار مردم به همدیگه خیلی نزدیک و صمیمی ان و به اعتقاد من گذشتی که تو بوشهریا هست و به روز زندگی کردنشون من جای دیگه ندیدم. خیلی لذت بخشه و اینکه همون لحظه رو زندگی میکنن. به قول مهدی عزیز که صبح با هم صحبت میکردیم، حرف قشنگی دارم، میگه بوشهریا به خاطر اینکه خیام میخونن در لحظه زندگی میکنن و واقعا اینو لمس میکنن و خیلی لذت بخشه. ماها تو سر ایران، حالا همه جای دنیا نگرانیم، همیشه مضطربیم، همیشه درگیر اینیم که خب بعدش چی میشه، قراره چی کار بکنیم، هرس میخوریم، فلان میکنیم. تو بوشهر خیلی کم میبینی این اتفاقو. آدم‌ها در لحظه زندگی میکنن، حتی اونایی که پیشینه بوشهری ندارن، یعنی اصلا بوشهری نیستن، اومدن اینجا بنا به شغلی که ایجاد شده مال یه جای دیگه ایرانن ولی اینجا دارن زندگی میکنن. ولی روحیه بوشهری‌ها روشون تاثیر گذاشته و اونم عین بوشهری‌ها داره، فکر میکنن، زندگی میکنن. خیلی لذت بخشه. دیدگاهتون رو دوست داشتم. ما خودمون بوشهری‌ها که دور هم میشینیم بحث شادی میشه و این چیزا، احسان عبدی‌پوری صحبت قشنگی همیشه میکنه، میگه از غم زیاد است که میرقصیم. واقعا همینه. یعنی ما در کنار اون خیام خونی که شما دارید میگید، اون شب هم اومدید شربخانی داریم که غم بسیار بالایی داره. بله. یعنی برای درد دل آدم عاشقه. واقعیتیه. ببین من اولین باری که با اصلا شهر بوشهر به عنوان یه شهر و به عنوان یه استان آشنا شدم با صدای شربه آقای بخشو بود اگه اشتباه نکنم. بله، جان بخش بود. آره. بسیار بسیار ایشون لذت بخش و قشنگ وصلت میکنه، یعنی با خودش میبردت. با اینکه من سن آنچنان زیادی نداشتم، اینی که من میگم مال دوران نوجوانی منه، فکر کنم همسن سال شما بودم، نهایتا 23-4 سال، و واقعا انقدر منو جذب خودش کرد که من تو اون دوره چرخیدم، گشتم، خیلی از کارهای ایشون رو پیدا کردم، هی گوش میدادم تا بعد که اومدم دیگه، حالا بنا به شغلم اومدم بوشهر و زیاد سر زدم، مثلا کلا جنوب ایران بنا به اتفاقات مختلف زندگیم زیاد سفر کردم. ولی خب بوشهر واقعا توی خطه جنوبی ایران به اعتقاد من یه روحیه متفاوت داره و لذت بخش، بسیار لذت بخش. اسم بخشی یا جانبخش کردیزاده که آوردین، کل بوشهر رو شاید ما بگیم آقا یک اسطوره‌ای باشه، میگه بری سر پلی جایی بشینی، تنها چیزی که ما بوشهری‌ها رو دور هم جمع میکنه همون نوای بخشوه، همون لیلا و گفتا که ایشه بخشوه، دور هم جمع میشه. حالا از این بحث که بکشیم کنار، برسیم به اصل مطلب. گفتید بوشهر با همه جا فرق داشت. بله. اسم فستیوال کوچه هم آوردید.
خیلی از هنرمندا داخل فستیوال محمد بهرانی اومد، جناب خان بله اومد بوشهر، دیدگاه حمد راجع به فستیوال فوق العاده بود. یعنی میگفتن آقا این یک نشاطی رو ارائه میده به کل ایران نه فقط بوشهر. یعنی دیدین خب اون شب داخل مدرسه سعادت حداقل 4000 نفر داخل بودن. فستیوال رو شما چجوری میبینید به چشم شما؟ ببین رویدادهای ورزشی، فرهنگی، هنری همیشه دلیل اتفاق جمع شدن آدم‌ها با نگاه‌ها و نظرها و عقاید و هنرهای مختلفه. دور هم جمع میشن که همدیگه رو ببینن، اصلا آشنا بشن با همدیگه. اتفاقی که توی فستیوال کوچه میفته، ببین شما توی فستیوال زیادی من تو دنیا رفتم یا جای زیادی رو تو خود کشور توی ایران زیاد چرخیدم. فستیوال کوچه اتفاقی که توش میفته اولش که بحث موسیقیاییه، دو اینکه فقط نیومده بگه بوشهر موسیقیش اینه، موسیقی اقوام، این موسیقی قوامی و اقوام مختلف ایران که میان اینجا دور هم جمع میشن و نامی که روش گذاشته شده کوچه. ببینید ما عموماً بهترین و لحظات زیبای زندگیمون توی کوچه ها سپری میشه. بازی کردنمون تو دوران نوجوانی، قایم شدنمون توی قایم موشک بازی کردنمون تو کوچه ها، عموماً همه چیز ما بزرگ شدنمون توی کوچه است. علیرغم اینکه الان متاسفانه بچه‌های این دوره زمانه آپارتمانی شدن، حالا به اعتقاد من تو بوشهر آپارتمان من خیلی کم دیدم و کوچه زیاد می‌بینم و اتفاقا این اسم برازنده این جشنواره است، به خاطر اینکه من باید بکنم اگه یه اسم دیگری برای بوشهر بخوام بذارم باید بذارم شهر کوچه ها. یعنی انقدر این کوچه ها به هم دیگه، من کمتر کوچه بنبست دیدم، میدونی، یعنی همه کوچه ها به هم راه داره. آدم توی بوشهر به بنبست نمیرسه هیچ وقت، مثل شفشان و اینا از کوچه‌های دقیقاً. یعنی از این کوچه می‌بینی از یه جای دیگه سر در آوردی و رسیدی. ببین جشنواره کوچه به اعتقاد من یا فستیوال کوچه یه رویداد بزرگ نه تنها برای بوشهر، برای کل ایران. یعنی به اعتقاد من درسته بوشهر راه اندازی کرده، دیگه مال بوشهر نیست، متعلق به همه مردم ایران. به خاطر همین هم است که خیلی از آدم‌ها رو شاید ببینید تو کوچه پس کوچه‌های این در واقع شهر، حتی به خاطر این اتفاقی که متاسفانه توی بندر عباس افتاد، ولی باز مردم نذاشتن برن. یعنی یه جورایی انگاری ارق داشتن تا آخرین روز جشنواره که امروزه باز توی شهر بمونن. حالا دیگه بلیطی هم نداشتن، لزومی هم نداشتن، چرا باید هزینه کنه دوباره بمونه؟ ولی دوستش بمونه، میدونی چی میگم؟ و لذت ببره. اونم فقط به خاطر آدم‌هایی که داخل هست. دقیقاً به خاطر آدم‌ها. و ببین میزبانی بوشهر بسیار بسیار لذت بخشه. مردم بوشهر بسیار آدمای مهمان نوازی هستند و واقعا صادقانه وقتی دعوتت میکنن، واقعا صادقانه دعوت میکنن. من خب اسنپ زیاد سوار شدم اینجا، این برابر رفتیم، راننده اسنپ، فروشنده مثلا لوازم خانگی، آدمای مختلف به هر طور شده بود. حالا شماره من اگه داشتن روی اسنپ اصلا پیدا کرده شما رو، پیام من داده که شب بیام دوباره بریم خونه. هیچ کس این کارو نمیکنه. برای چی باید مثلا مسافرتو ببری خونه، دعوتش کنی به شام، دعوتش کنی به پذیرایی؟ این نشان از روح بزرگ این آدما داره، میدونی؟ و این آدما همه بخشی از خود این شهرن و جمعشون میشه بوشهر و واقعا لذت بخشه. و به اعتقاد من این فستیوال بهانه‌ایه برای به رخ کشیدن مهربانی بوشهر. این لذت بخشه. الان من از اول که می‌خواستم با شما صحبت کنیم و بشینیم گپ بزنیم، به این داشتم فکر می‌کردم که با یه چیز قشنگ تمومش کنم این کلیپ رو و به این رسیدم که بگم شما یک جمله هدیه به ما بوشهری‌ها بدین، چی دارید برامون؟ ببین زیر به کرمون بردنه، به قول قدیمی‌ها. بوشهر سرشار از مهربانی و هدیه است. شما هدیه رو نمیتونی ببری جایی که خودش آخر هدیه است، خودش آخر لذته. ولی اگه در یک جمله بخوام بگم، بوشهری‌ها بدون اینکه خودشون بخوان سردر شهرشون نوشتن این بیت از حافظو که رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. حسین ریشهری زاده همون حسین ریشهری زاده 4-5 ساله است که
عشقش این بود جمعه ها بیدار شه برای عمو فیتیله ها و شما هنوزم عموی ما هستید. عزیز دل سلامت باشید، زنده باد. چاکریم، سلامت باشید عزیز، مخلص.